با عرض سلام خدمت همه موجیای عزیز، انشالله که در صحت سلامت کامل باشید. بیشک هر از چندی یه گزارش تحلیلی با مشورت دوستان، افرادی که اهل سیاست، اهل اقتصاد، اهل هنر و حتی افرادی که در کف بازار هستن و شاید تحصیلات عالیه نداشته باشن، اما بنابر تجربه شایستهشون تحلیل هایی رو ما تا به امروز داشتیم که الحمدلله بخش اعظمی از این تحلیل ها همیشه درست از آب در اومده. دلار مرز 1140 تومن رو رد کرده، یعنی در واقع بحران پشت بحران. امروز آیه پزشکیان برای بودجه سال 1405 رفت 20%، اصلا قابل قیاس نیست. آقای جهرومی، آذری جهرومی، یه توییت خیلی قشنگی زد، گفت همونقدر که دارید بودجه بعضی از دستگاه ها رو تقویت میکنید، از کجا دارید تامین میکنید؟ از همون جام بحث معیشت مردم رو ببینید. اینکه نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، آموزش پرورش حقوقشون افزایش پیدا میکنه، مردم هم ناراحت نیستن. آیه پزشکیان یا مشاورینی که بهشون دارن خط و خطوط رو میدن اصلا چون هر چقدر اونها دستگاه نظامی امنیتی در آرامش فکری باشن، از مرز و بوم ما بهتر میتونن محافظت کنن. هر چقدر معلمین، فرهنگی های ما در رفاه باشن، نسل بعدی، فرزندان ما رو به درستی، نه اینکه سر کلاس هست میخواد یه فرمولی رو، یه معادله ای رو حل کنه، یادش بیاد که مثلا صابخونه طلبکار. نه، من نظرم اینه واقعا یه دستگاهی اصلا نیاز نیست افزایش قدمت داشته باشن. 20 سال پیش اومدن با 1 ریال 10 تومن 100 تا تک تومنی یه ردیف گرفتن، امروز اون ردیفشون در بودجه میلیاردها تومنه که هیچ گونه خروجی نداره. این که مثلا ما بیایم برای اینکه کلمات لاتین در ما نفوذ پیدا نکنه و بتونیم مثلا از واژه فارسی استفاده بکنیم، میلیاردها تومن در سال براش بودجه و ردیف، اصلا خروجیش چیه؟ من و بسیاری از دوستان من بر این باوری، ما انقلاب کردیم بر اساس این که مستضعفین، یعنی بحث معیشت بوده دیگه. یعنی چرا وعده آب مجانی، برق مجانی چرا دادیم؟ من اعتقادم بر اینه همون جوری که امروز با آقای پزشکیان دارن آدرس اشتباه میدن، تحلیلات نادرست دارن در مورد اقتصاد میکنن، اون موقع هم پیشنهادهایی که دادن، وعده هایی که داده شد، مشاورین به درستی این اتفاق رو رقم نزدن و هرگز همچین اتفاقی نخواهد افتاد که آب و برق و همه چی مجانی باشه، بعد اصلا داستانش باز متفاوت میشه. ما خواهشمون اینه به جای لج و لجبازی گروه های سیاسی کنار مردم باشن. مردم اگر به خاطر معیشت، ببینید چندین بار تنش های مختلف در کشور به وجود اومد و مردم اومدن کف خیابون، صحبت بحث سیاسی بوده، اما امروز بحث معیشتیه. شما هر جای تاریخ رو مرور بکنید، وقتی کشوری مردمش به خاطر فقر، به خاطر معیشت بلند بشن، خیلی اتفاقات ناگواری رقم خواهد خورد. یه تعداد افرادی که من فکر نکنم مثلا به 2000 نفر توی این مملکت 80 میلیونی برسن، در رفاه کاملن و تمام اتفاقات مالی پشت پرده رو اونا دارن رقم میزنن و اونها دارن کشور رو به پرتگاه میبرن. دیدید که در جنگ 12 روزه مردم چجوری اومدن تو وحدت ملی. 20 روز 2 ماه از این موضوع که گذشت، دوباره بد اخلاقی ها شروع شد، دوباره گیر به مسائلی دادن که خیلی از بزرگان علما مخالف این موضوع بودن. الان هم بحث جنایی رو بذارید کنار. آقا اگر واقعا این آقای زنجانی، یه بار ما یه مطلبی رو نوشتیم، همه گفتن آقا شما ازش رپورتاج کنید. نه، اگر واقعا کسی میتونه با شعور و بینش اقتصادی، اصلا گزینه ایشون رو بیارید به جای آقای فرزین، گزینه ایشون رو بیارید به جای آقای فرزین، شاید جواب بده. ما داریم افراد بسیار دانا که حاضر نیستن بیان توی این دولت کار کنن. چرا؟ چون 20 سال 30 سال صادقانه کار کردن و هیچ وقت نتونستن به جایگاه واقعی خودشون برسن و یه عده آدم بی سواد، بی دانش، ناآگاه همیشه برای ما تصمیم گرفتن و الان
واقعا هم آیه پزشکیان باید یه غربالی به دولتش بکنه، هم بعضی از استاندارها باید عوض شن، بعضی از فرماندارها باید عوض شن. همینجور به تبع یه سری تغییراتی دولت باید انجام بده. وقتی نتونست اقتصاد رو مهار بکنه یعنی ضعف داره در بخش‌های مختلف. خیلی از موضوعات مختلفی هست که داره به کشور آسیب میرسونه. من این موضوع رو جنبندیمو میتونم به این صورت: نذارید مردم به خاطر معیشت و به خاطر کلکل کردن‌های جناح‌های سیاسی دم به احتراس بزنن که بیشک تاریخ ثابت کرده کسانی که به خاطر معیشت بلند بشن برای شکم زن و بچه‌شون داستانش بسیار متفاوته. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله تا تحلیلی دیگر در موج نیوز. یا علی مدد.